بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان و دوستداران بهشت الله متعال. در دومین برنامه از موضوع روزهای بهشت، الله شاکریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا قبل از دخول به بهشت به اذن الله تعالی همچنان در خدمت شما عزیزان باشیم در حال و هوای بهشت و سخن گفتن در موضوع روزگار بهشت، میلیاردها سالی که در انتظار مؤمنین و متقین هست. اگر همین الان به من و شما گفته بشه که یک چند ساعتی فاصله دارید تا داخل شدن به بهشت الله متعال، چه احساسی خواهد بود این احساس، چه احساس زیبایی خواهد بود. حقیقت اینه که بین من، شما، جمع ما انسان ها و مرگ نمیدونیم که چقدر فاصله است. شاید کمتر از چند ساعت حتی فاصله داشته باشیم با مرگ و میدانیم که بعد از مرگ در قبر یا گودالی از گودالهای جهنم خواهد بود که به الله تعالی پناه میبریم از این، و یا باقی از باغهای بهشت. بهشت زیاد از من و شما فاصله نداره و زیاد دور نیست. فقط مرگ بین ما و بهشت فاصله است. دریچه‌ای به نام مرگ که باز خواهد شد و بعد از اون انسان از این قفس جان آزاد میشه و مرغ روح ما پرواز خواهد کرد به سوی بوستان زیبایی و گلستان دلربایی به نام بهشت. سوالهایی مطرح کرده بودیم در خدمت شما عزیزان در موضوع برنامه دخول به بهشت و اون احساس اولیه در گذاشتن اولین قدمها در سرزمین بهشت. چه احساسی خواهی داشت ای بیننده عزیز؟ و اولین لحظات و ساعتها و اون روزگار اولیه رو، حالا به تعبیر دیگری روزهای اول بهشت رو چگونه سپری خواهی کرد؟ بسیار از عزیزان با ما مشارکت کردن در مورد موضوع برنامه. اما قبل از این که من به قرائت احساسات، گرچه احساس رو نمیشه قرائت کرد، احساس رو باید تجربه کرد، اما به ناچار مجبوریم تعابیری استفاده بکنیم تا ذره ای از اون، قطره ای از اون دریای احساس درون رو به تصویر بکشیم با قلم و مرکب بر روی کاغذ. گرچه خود بهشتم هر چقدر ما از ادیبان و سخنوران و شاعران کمک بگیریم در توصیفش و هر چقدر داستان سرایان از قوه تخیلشون استفاده کنند تا تصویری کاملتر و جامعتر از بهشت برای ما به تصویر بکشن و هر چقدر فیلم بردارهای ماهری پیدا بشن تا بتونن صحنه‌هایی رو کنار هم بگذارند و از زوایای تصویر بگیرن که تصویر جامعتری از بهشت داشته باشیم، باز هم هرگز اون حقیقت رو نمیتونیم درک بکنیم. هر چقدر که ما نسبت به بهشت تصوری داشته باشیم، بهشت فراتر از تصور ماست. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود الله تعالی برای بهشتیان نعمت‌های آماده کرده که نه چشمی دیده است و نه گوشی وصف آن را شنیده است و نه در قلب و خیال کسی خطور کرده است. و به تعبیر الله متعال فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، و هیچ نفسی نمی‌داند که چه نعمت‌های، چه خنکای چشمی برای اهل بهشت آماده شده است.
حقیقتی به نام بهشت ارزش این رو داره که ما باز هم درباره‌اش صحبت بکنیم. ثروت بسیار عظیمی، میلیاردها سال نعمت و آسایش و آرامش بدون ترس از زوال و بیماری و دوری و غربت و مشکلات و سختی ها واقعا لذت بخشه. در برنامه امروز همچنان صحبت خودمون رو با جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در سفر به بهشت، در روزهای بهشت همچنان ادامه خواهیم داد و در ابتدای این مسیری که من دوست دارم که همه من و شما با نه تنها فقط گوشمون بلکه با روح و جسم و روانمون همه تن این مسیر رو حرکت بکنیم، با هم چند لحظه از این دغدغه و از این مشاکل و از این خستگی‌های دور و بر خودمون رو خلوت بکنیم و فکر و روانمون رو آرام بکنیم و این رو در اختیار این احساس قرار بدیم و به همراه شما بریم یک سری به خانه‌ای که در انتظار من و شماست و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم سکاندار این حرکت خواهد بود و این پرواز به سمت بهشت الله متعال. جناب دکتر عرض سلام و ادب و احترام در یکی دیگر از سفرهای به سوی بهشت. خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و بزرگوار و خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از اینکه این شرف رو در اختیار بنده قرار دادید تا در خدمت بینندگان باشم بسی سپاسگزارم و عرض ادب و سلام و احترام هم دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و خدا رو شاکرم که فرصتی میابیم که من و شما و بینندگان عزیز از درگاه کرم پروردگارمون بخواهیم که اللهم انا نسألك الجنة و ما قرب الیها من قول و عمل. خدایا بار الها ما بهشت رو از تو تمنا داریم و سخنان و کردار و گفتار ما رو در مسیر رسیدن به رضایت خودت و به بهشت برین سوق بده. توانای مطلق خداست و ما بندگان عاجز و دستهای خالی به سوی پروردگاری دراز کردیم که هرگز دست خالی رو رد نکرده و نمیکنه. یقینا که این گونه است. جناب دکتر ما در سفر نیمه تمام خودمون در برنامه گذشته به یک سوال در یک ایستگاهی باقی موندیم که اون ایستگاه یک سوالی مطرح شد در اون و من دوست دارم که اون سوال رو در ابتدای این برنامه دوباره تکرار بکنم تا به پاسخش هم برسیم. در این بگیم حالا بهشت بیکران، در این نعمت‌های فراوان، در این مکان چه کسانی پیش قدمن، چه کسانی جلوتر و زودتر از بقیه وارد بهشت میشن؟ اولویت با کی هست در وارد شدن به بهشت؟ حقیقتش رفتن به بهشت دیگه اونجا اولویت شناسی نیست، همه میخوان که من قبل از دیگری. اما جالب اینجاست که خیلی زیباست که با هم تصور کنیم که الان محشر شده و حکایت رفتن به بهشت است. اولین کسی که قاعدتاً این شرافت رو به اصطلاح کسب کرده و این مکانت رو که وارد بهشت بشه خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که اولین شخصی است که زمین به اصطلاح دهن باز میکنه و ایشون از زمین برمیخیزند و میفرمایند که و انا اول من یدخل الجنة یوم القیامه و من اولین کسی هستم که وارد بهشت میشم. جالب اینجاست که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواند وارد بهشت بشن، در همین اثنا یک گروه جالبی با پیامبر به اصطلاح شانه به شانه میشن که ما هم میخوان که قبل از پیامبر وارد بشن. اون گروه خیلی زیباست وصفشون، اونایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که من میخوام با دروازه بهشت باز میشه و من میخوام که وارد بشم، یه خانومی، الان یه خانم یعنی منظور این گروه از خانم هاست که میخواد که به اصطلاح قبل از من وارد بشه. میپرسم که شما کی هستید؟ میگه که من اون خانومی هستم که
فرزندان یتیمی داشتم و زندگیم رو وقف کردم برای اون فرزندان یتیمم. ازدواج نکردم، فرزندانم رو تربیت کردم و همه زندگی جوانی و در روایت دیگه که به اصطلاح پیامبر خدا حتی اون زن رو وصف میکنه که به اصطلاح گونه‌های گل کرده ای داره، از موقعیت اجتماعی خوبی برخورداره، زیباروست. با این وضع به اصطلاح زندگیش رو وقف کرد برای به اصطلاح یتیمهاش و اونها رو تربیت کرد. این به اصطلاح گروه از خانم‌ها در رفتن به بهشت حتی میخوان که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کوی سبقت رو بربایند. و در کنار این گروه باز یک گروه دیگری هست که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره فرمود که با اونها دست به دست در کنار هم وارد بهشت میشند. اونها افرادی هستند که به اصطلاح مسئولیت یتیمان جامعه رو به عهده گرفتن. انا و کافل الیتیمی کهاتین، من و کسی که تکفل به اصطلاح زندگی یتیمی رو بر عهده گرفته، ما اینطوری یعنی دست به دست هم مثل دو تا انگشتی که به اصطلاح در یک مصاف قرار دارن وارد بهشت میشیم. این به اصطلاح از افراد هست. اما از گروه ها خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند، سوالی مطرح کردند که آیا میدونید که اولین کسی که وارد بهشت میشه کی هست؟ خب صحابه که دیگه خبری از بهشت نداشتن فرمودند که الله و رسوله اعلم، ما از کجا اطلاع داریم، شما بفرمایید. فرمودند که فقراء المهاجرین، اونهایی که در مسیر دعوت اسلامی هجرت کردند، فقر سختی ها رو تحمل کردند و در راه اسلام جانفشانی کردند. وصفشون اینه الذین تتقی بهم المکاره، در سختی ها اینا بودند که سپر می کردن و می اومدن جلو. یموت احدهم و حاجته فی صدره، اینا افرادی بودند که به اصطلاح در زندگی خیلی از خواهش ها داشتن، خیلی از نیازها داشتن، نتونستن نه خواهش هاشون رو برآورده کنن نه نیازهاشون رو برآورده کنن، به اصطلاح حسرت به دل موندن و به اصطلاح وفات کردند. اینها به خاطر این جانفشانی بزرگشون، این تحمل صبر و سختی هایی که داشتن، خداوند متعال اینها رو از اولین کسایی میکنه که وارد بهشت میشن. حتی فرشتگان تعجب میکنند از این سبقت قدم این گونه افراد و میگن یا ربنا، خدایا ما فرشتگان تو بودیم، ما به اصطلاح همه مسئولیت ها به عهده ما بود، فرمان آسمان ها و زمین به اصطلاح سکان سماوات در دست ما بود، اینا رو قبل از ما دیگه داخلشون نکن، حداقل ما پیش قدم بشیم. خداوند متعال به اینها میفرمایند که نه، اینها بندگان من هستند که هرگز به من شرک نورزیدند و در سختی ها سینه سپر میکردند و از این دنیا، از دنیا رخت برخستند در حالی که در دلشون خیلی از مرادها داشتن. اینها رو به اصطلاح من پیش قدم میکنم، اینها رو پیشی میده و به اصطلاح قدر شناسی الهی است از این گونه افراد. این هاست که بعد فرشتگان میاند ازشون استقبال میکنند، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، به اونها به اصطلاح خوش آمدید میگن و از اونها استقبال میکنند و میگن که بله این جایزه شما بر صبر بر اون سختی هاست و اون مشکلاتی که تحمل کردید، خوش به حالتون، این بهترین به اصطلاح خانه و دیاری خواهد بود برای شما. این فقیران مسلمان های فقیر، اینهایی که به اصطلاح سختی های بیشتری رو تحمل کردن، اینها حتی بر ثروتمندای مسلمونی که خیلی جانفشانی ها کردن، اینها برتری خواهند داشت و قبل از اونها وارد بهشت میشن و در روایتی هست که نیم روز از روزهای بهشتی، یعنی 500 سال قبل از ثروتمندان، فقیران مسلمان ها وارد بهشت میشن. خیلی بلسم خوبی است بر زخم ها و بر به اصطلاح سختی هایی که برخی از
عزیزان تحمل میکنن در مسیر دعوت اسلامی و در زندگیشون و خداوند متعال اونها رو بی اجر نخواهد گذاشت. اجازه بدید جناب دکتر من چند تایی از پیام‌های بینندگان عزیز و از احساس و عواطفشون در لحظه ورود به بهشت گفتن داشته باشیم و بخونیم، بعد چند تا سوالی هم هست من مطرح بکنم. بیننده عزیزی با 4 شماره 90 99 10 915 در ابتدا فرمودن که آخ چه زیباست وارد شدن به بهشت. این آخش نمیدونم دیگه برای چی بود، اما راه طولانی و دشوار و صعب العبوری دارد. خب قشنگیش هم به خاطر همینه دیگه. خداوندا بر ما آسان گردان و فردوس اعلی نصیبمان گردان. و پس از ورود به بهشت اولین آرزویم دیدن آفریدگار مهربانم است. ایشونه این آرزویی است که هر انسان مسلمانی در دل داره که در بهشت الله متعال به دیدار ذات الهی مشرف بشه. بیننده دیگری فرمودن که با 4 شماره 0345 با گذاشتن اولین قدم در بهشت خداوند متعال را سجده شکر می کنم و احساس لذت بخشی خواهد بود که برای دیدار الله جل جلاله خالق ما احساس خوشی می کنم. اولین دیدار با پیامبرمان است و دیدار نعمتهای فراوان، دیدار پدر و مادران ما. خدا ما و شما را توفیق عطا نماید که دست از پر از این دنیا برویم. آمین یا رب العالمین. واقعا مشاهده تمام عزیزانی که از دست دادیم در دنیا، نگیم از دست دادیم، بگیم زودتر از ما رفتن به سفر و در منزلگاه خودشون اونجا منتظر هستند تا دیگران هم به اونها بپیوندن. اونجا در بهشت برای ما میسر خواهد بود، به شرط این که به تعبیر برادر عزیز ما دست پر از دنیا بریم و از اون جمعی باشیم که به همراه اونها خواهیم بود. یک شرط خیلی مهمه که ما در بهشت این شرط رو داشته باشیم و گرد هم بیایم، این که ما کاری انجام بدیم و لیاقت بهشتی بودن رو داشته باشیم تا ما رو در بهشت راه بدن و بعد اونجا در کنار تمام این عزیزانی که اونجا منتظرشون هستیم و آرزو داریم باشیم و بتونیم زیارتشون کنیم. بیننده عزیز دیگری 2328 918 فرمودن احساس میکنم خداوند متعال تمام لطف خود را در حق بنده خطاکار مرحمت فرمودن و یک روز تمام به بوسیدن خاک و جای جای بهشت و گریه کردن از سر شوق میگذرانم. خب چرا گریه کردن بیننده عزیز؟ حالا دیگه این گریه کردن شاید منظورشون اینه که خود به خود چون از سر شوق هم بهش اضافه کردن ناخودآگاه از روی خوشحالی انسان گهگداری اشک میریزه و یقینا هم تعبیر این برادر عزیز یا خواهر گرامی این بوده است. خدایا ما را از دیدن این روز محروم نگردان. آمین. بیننده عزیز دیگری فرمودند با پیش شماره 2062 با گذاشتن اولین قدم در بهشت اولین کاری که میکنم در پیشگاه الله متعال سجده شکر به جا میآورم و از الله متعال به خاطر منت نهادن بر من برای این نعمت خالد و جاویدان تشکر و سپاس بیکران به جای می آورم. سجده کردن در خاک بهشت هم خودش یک حکایتی است. تصور کنید که ما الان در بهشت میخوایم سجده بکنیم، حالا خود این خاکی که پیشانی رو میگذاریم چگونه خاکی خواهد بود، چه بویی خواهد داشت، چه وضعیتی خواهد بود، در چه مکانی فرصت پیدا میکنیم اصلا یادمون میاد سجده بکنیم یا اونجا جوگیر نشیم. یه دفعه این همه نعمت میبینیم و این همه آسایش و رفاه میبینیم و همینطوری دیگه مات و مبهوت بمونیم که چیکار بکنیم. انشالله که یادمون بمونه حداقل سجده اونجا سجده شکری به جای آوریم. بیننده عزیز دیگری 939 4 شماره 8656 فرمودن که سلام علیکم السلام، انشاءالله امیدوارم بهشتی بشم و اولین احساسم اینه که بتونم در جوار سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه کرام ایشان که الله تعالی از آنها راضی باد قرار بگیرم. امیدواریم که الله متعال این احساس پاک شما بیننده عزیز رو و همچنین همه ما و شما رو که به این عزیزانی که ذکر فرمودید پیامبر اکرم علیه السلام و صحابه بزرگوارشون محبت داریم، ما رو در کنار این عزیزان
توفیق زندگی در بهشت عطا بفرماید. بیننده دیگری فرمودن 915 4 شماره 2015 آخر: واقعا نمیدونم، دوست دارم اول از همه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ببینم. حالا اینو من از جناب دکترم خواهم پرسید که ما آیا رسول الله رو فقط در بهشت خواهیم دید یا قبل از اون هم الان میبینیم، یا اولین دیدار ما در بهشت خواهد بود؟ که این رو انشاءالله باز جناب دکتر هم پاسخ خواهند داد. بیننده دیگری 933 79 04 4 شماره آخر فرمودن: نمیدونم چجوری احساسم رو بگم که با گذاشتن اولین قدم در بهشت یا اولین روزم توی بهشت چگونه سپری خواهم کرد اون روز رو. فقط میتونم بگم که خیلی خیلی اون روز شادم که هیچ وقت این شادی رو به دست نیاوردم تا اون روز. واقعا هم روز شادی است. روز اون لحظات اول، لحظات و ساعت‌های بسیار عجیبی خواهد بود. نه تنها اولش، کلش همین خواهد بود. همش همینه دیگه. انسان وقتی که هیچ ناراحتی و غم و اندوهی نداشته باشه و صفات و اوصاف و نعمت‌هایی که انشاءالله خواهیم رسید بهش، از نعمت‌های بهش ما هنوز هیچی نگفتیم. هنوز اصلا دم در وایستادیم، هنوز داریم خودمون رو پیدا می‌کنیم و به همراه شما داریم احساساتمون رو مرور می‌کنیم. بیننده عزیز دیگری 901 6008 4 شماره آخر فرمودن: دنبال خانواده‌ام می‌گردم، بعد با خیال راحت احتمالاً بیهوش میشم. حالا من موندم که این با خیال راحت بیهوش میشم یعنی چی؟ دنبال خانواده میگردم، بعد با خیال راحت خیلی هم تو ریلکس آرام بیهوش میشم. دست شما در نکنه، خسته نباشید. و حالا چرا بیهوش میشن با خیال راحت رو تازه باید بهوش بشیم، تازه وقت استفاده از نعمت هاست قربان. جای بیهوشی نیست اونجا که، جای بیهوشی دیگه تموم شده دیگه. جای بیهوشی شاید در صحرای محشر باشه و روز قیامت که من شما از ترس بیهوش بشیم. اینجا دیگه جای بیهوشی نیست قربان. من بیننده بعدی 930 71 76 میفرمایند که من فقط از خدا دیدارش رو میخوام و به نوبت وعده هایی رو که در قرآن به مؤمنان داده پیگیری میکنم. ایشون هم ظاهرا مثل اون صحبتی که من کردم مصحفی برمیدارن و میگردن تو بهشت دیگه. حالا یکی یکی آدرس اون آنچه که به ما وعده داده شده و یقین داریم که به اون میرسیم. ما الان صحبت ما درباره یک تخیل نیست، درباره یک آرزو نیست، فقط درباره یک واقعیت موجوده. ما داریم درباره یک ثروت بسیار عظیم صحبت میکنیم، نعمت‌های بسیار عظیم صحبت میکنیم، یک مکان بسیار عظیم صحبت میکنیم که یقین داریم به اون میرسیم و از الان داریم بررسی میکنیم و اوصافش رو داریم میگیم و داریم بیشتر خودمون رو آماده میکنیم برای رسیدن و اوصافش رو هم داریم. بیننده عزیز دیگری فرمودن 917 52 49 4 شماره آخر: با گذاشتن اولین قدم در بهشت انشاءالله سر به سجده خواهم گذاشت و اشک شادی خواهم ریخت و الله تعالی را بر این نعمت بزرگ شکر گزار خواهم بود و اولین روزم در بهشت را با تسبیح و تحمید الله منان و با خوش و بشه با انبیا و صلحا خواهم گزارند. اینجا کمی تو جمله بندیش مشکل داشته، من همونجوری که نوشتن خوندم دیگه. خلاصه صحبتشون اینه که میخوان برن خوش و بش کنن با انبیا و صلحا. این تعبیر شما منو به یاد آیه 69 سوره مبارکه نساء انداخت که و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. هر کسی که از الله و رسول اطاعت کنه یقینا به همراه اون کسانی خواهد بود که الله تعالی بر اونها نعمت عطا فرموده است، از انبیا و از صدیقین و از شهدا و از صالحین. این آیه بعدی آیه 70 تعبیر بسیار عجیب و زیبایی داره که به تعبیر شما خیلی نزدیکه: و حسن اولئک رفیقا. چه رفیقای خوبی هن، چه دوستای خوبی هن، چه محفل خوبیه، چه خوش و بشی بشه به قول شما اونجا وقتی که انسان هم نشینانش انبیای الهی باشه. شما تصور کنید انسان اونجا بشینه با حضرت موسی و حالا ما حضرت موسی نمیدونم زیاد سر زبونم میاد این عزیز رو از بس تو قرآنم ذکر شده و انقدر سختی دیده، با حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و بقیه عزیزان و رسول الله صلی الله علیه و سلم فداه و ابی و امی و دیگر عزیزان آدم بشینه و شوخی بکنه و به هر حال چه محفل زیبایی خواهد بود. واقعا این تعبیر خوش و بششون جالب بود. این تعبیر خوش و بش در بهشت
بساطیه دیگه، جمعیم دور هم، جمعیم و نشستیم و چایی هم حالا نمیدونیم دیگه چایی بهمون بدن ندن، اگه هوس بکنیم که چایی میخورم اونجا، این چاییه، اونم چاییایی که این همه دیگه چایی نیست که خیلی از چاییایی که ما میخوریم برگ درخت ریختن توی کارتون آوردن گذاشتن جلومون. حالا انشالله اگه کسی هوس چای کرد چای هم بهش میدن یقینا. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. شاید یه دفعه رفتیم دیدیم احمد جان نشسته اونجا اون پشت دوربین و با محمد رفیع و فرید نشستن چای گذاشتن جلوی دوربین که ما چای نمیدن، ان شاءالله تو بهش یه چای از دست این عزیزان بگیریم. 2 تا لیوان جلو گذاشتن، هر 2 تاشم توش آب داره. حالا من یه کمی لو بدم بچهای پشت صحنه رو. و بیننده عزیز دیگری فرمودن که 930 2 تا شماره اولشون 1864. سلام علیکم السلام، شعیب از سننجد هستم. خوش اومدین شعیب جان. دوست دارم اگر این لیاقت رو داشته باشم که وارد بهش شوم، اولین کاری که بخوام انجام بدم این است که اگر لایق باشم با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کنم و فقط ایشون رو تماشا کنم. چه تعبیر قشنگی، چه تعبیر زیبایی، چه احساس پاک و لطیفی و چه لحظه زیبایی خواهد بود که وقتی انسان بشینه و به اون خورشید نبوت خیره بشه، به اون ذات نازنین. وقتی که انسان بشینه حقیقتاً به والله عزیزانی که تجربه کردن و زیارت مدینه منوره و مسجد النبی مشرف شدن به این زیارت و از نزدیک زیارت کردن مدینه منوره و مسجد النبی رو، انسان وقتی که به سنگ مسجد رسول صلی الله علیه و سلم نگاه میکنه، به والله وقتی که انسان به اون احد نازنین، کوه احد نگاه میکنه، وقتی که به قبا نگاه میکنه، مسجد قبا، و وقتی که وارد بقیع میشه، به وجب خاک مدینه وقتی نگاه میکنه، اون جایی که پای را از حضرت علیه السلام گذاشته، خاک پای ایشون وقتی انسان نگاه میکنه سرشار از شور و شعف و احساس میشه. چه برسه که انسان به اون صورت نازنینش نگاه بکنه، به اون دستان عزیز نازنینش که دنیا، سرنوشت دنیا رو عوض کرد، بره بوسه بزنه و همینجوری نظاره‌گر باشه به اون دنیای از عاطفه و احساس. اجازه بدید به همینقدر اکتفا کنیم جناب دکتر، پیام ها زیاد خواهد بود. من دوست دارم که اگر شما حالا صحبتی درباره این پیام های عزیزان اگر در بعضی از تعابیرشون صحبتی دارید شما هم بفرمایید که بعدش بریم سراغ نعمت های بهشتی. من دوست دارم که درباره این نعمت هایی که در بهشت هست بیشتر صحبت کنیم تا بهتر قدرش رو بدونیم، تا بدونیم که چه خبره. ما این بهشتی که انقدر ازش یاد میکنیم و انقدر براش سرمایه گذاری میکنیم چیا به اون میدن، این که حالا احساسش بود. اول در خدمت شما هست. در مورد این دوستانی که همچنین احساسات پاک و مبارکی رو مطرح کردن، عرض کنم خدمتشون که واقعا بهشت همش سورپرایز هست، همش حالتی هست که انسان به اصطلاح میمونه، دست و پاشو گم میکنه. خودش اینایی که شما گفتید که نمیدونن آیا واقعا یادشون میاد که به این قولاشون عمل کنن، واقعا هم همینطور هست. خود خداوند متعال در حدیث قدسی میفرمایند که من برای بندگان صالحم در بهشت اون چیزهایی رو مهیا کردن که مالا عین رأت، هیچ چشمی اونها رو مشاهده نکرده و ندیده، هیچ گوشی اونها رو نشنیده، هیچ عقلی اونها رو نتونسته، هیچ تصوری نتونسته اونها رو تصور کنه. و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که اگر دلتون بخواد الان این آیه رو با هم بخونید، آیه 17 سوره سجده رو که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یعنی هیچ انسانی نمیدونه که چه چشم روشنی ها و چه خوشی هایی برای اون مهیا شده. یعنی همش غافلگیر در غافلگیر کردن است، همش به اصطلاح چیزهایی هست که سورپرایز هست. شما از یه چیز به چیز دیگه میپرید، از یه چیز به چیز، هر چیزی که به اصطلاح میبینید خودش انسان رو مدهوش میکنه. در حدیث اومده اون افرادی که به اصطلاح اولین گروهی که وارد بهشت میشن، خب چهره هاشون مثل به اصطلاح ماه 14 نورانی هست. اینها دیگه اصلا اون نیازهای انسانی برطرف شده، نیازی به دیگه نمیدونم آب دهنی ندارند، نمیدونم نیاز به
دستشویی و این چیزا پیدا نمیکنن. همشون از خودشون اصلا مسک برمیاد، ریح به اصطلاح بوی مسک و عنبر برمیاد. اینها دیگه الان بینشون محبت هست، عشق و علاقه هست، همشون انگار که بر قلب یک انسان پاک هستند. و در همین حدیث میاد که یسبحون الله بکرة و عشیا، یعنی دهنشون وا مونده، فقط هر چی میبینن سبحان الله سبحان الله. مثل این که ما وقتی که یه چیز بسیار بسیار عجیب و زیبا و حیرت انگیزی میبینیم دهنمون وا میمونه، میگیم سبحان الله، این دیگه چیه؟ همونطور هم در بهشت به اصطلاح همش صبح و شام حیرت هست و لذت بردن از این زیبایی ها و این خوشی ها. و مژده بدم به اون عزیزانی که فرمودند که به اصطلاح اظهار کردند که محبت خاصی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارند و میخوان که فقط به نظاره‌گر رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشن. البته این نقطه رو هم اشاره کنم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از محبت خوشش میاد. دین ما دین محبت هست، دین ما دین عشق ورزیدن است، دین دوستی هست، در همه چیز دوستی، محبت، عشق. اما یه چیزی که باز در دین ما هست، دین ما متنفر است از چاپلوسی، از دروغ. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چاپلوس نمیخواد. اینی که بیاد به اصطلاح بگی که بله قربون پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برم و در مقابل هیچی که از اوامر و دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو عمل نکنیم. و من یطع الله و رسول در قرآن کریم، و من یطع الله و رسول، همیشه اطاعت خدا و این کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما خدا رو دوست دارید واقعا پس پیروی من بکنید. اطاعت از خدا و رسولش در قرآن کریم با هم و در ترادف هم اومده. پس این مورد رو باید عزیزان مد نظر داشته باشند که محبت یعنی اطاعت. اگر واقعا شما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دوست دارید، دوستیش به اصطلاح کجا هویدا میشه؟ کجا میتونیم بگیم که واقعا من دوستت دارم؟ خب شما مثلا همین جوانای ما وقتی که حرف از عشق و عاشقی میزنند، وقتی میگی که به اصطلاح خانمم رو دوست دارم، یا خانم میگه که من شوهرم رو دوست دارم، اما دیگه هیچ حرف گوش کنی از هم دیگه نداشته باشیم، فوراً به هم دیگه تهمت میزنیم که نه بابا اینا همش سر ما رو کلاه گذاشتن و از این حرف هست. به هر حال نمیشه سر رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو با این حرفامون کلاه بذاریم. باید یه مقداری جدی باشیم، جدیت به اون حد اون صحابی که قبلا هم حکایتش رو برای شما گفتم، اون انصاری عزیزی که اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ناراحت و غمگین. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دیدن که این بنده خدا کشتیش غرق شده، چه خبره؟ ازشون پرسیدن که چه خبره عزیز؟ فرمودن که یا رسول الله حکایت اینه که والله ما اینجا هستیم، در خدمت شما هستیم، شما رو نگاه میکنیم، با شما میشینیم، خوشیم، اما در بهشت خب شما که با ما نیستید، شما دیگه میرید با پیامبرا نشست و برخاست میکنید و به قول این عزیزمون خوشبش میکنید. اون وقت ما چه کار کنیم؟ ما که شما رو نبینیم دیگه برامون قابل تحمل نیست. یعنی در بهشت ندیدن پیامبر رو میگه که برای من قابل تحمل نیست. اینجاست که قرآن کریم اومد به این گونه افراد مژده داد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کسی که اطاعت از خدا و رسولش میکنه اونها با اون افرادی هستند که خداوند منان به اونها نعمت ارزانی کرده، از پیامبران، از صدیقان، از شهیدان، از صالحان و حسن اولئک رفیقا. و چه خوش به اصطلاح رفاقت و دوستی و محفلی است. بله زیباست که در اون محفل با پیامبران بنشینیم. و البته این نکته رو هم اشاره کنم که تنها اونجا دیگه حضرت موسی و ابراهیم و عیسی و هود و نوح و این عزیزانی که ما اونها رو در قرآن باشون آشنا شدیم اونا نیستن، پیامبرانی از خیشای خودمون هم هستن. یعنی شمایی که فارس هستید اونجا پیامبرایی میبینید که از منطقه فارس بودند، فارس زبانند. خراسانی ها پیامبر خراسانی رو میبینن، برادر هراتی پیامبر هروی خودمون
نمیدونم لورا پیامبر لورشون، پشتوها پیامبر پشتو هم داشتیم، کردش پیامبر با کردش میشینه، ترکمن پیامبر ترکمن رو میبینه، بچه های آذری با پیامبر آذریشون خوش و باش میکنن، بچه های به اصطلاح بلوچ با پیامبر بلوچیشون به اصطلاح خوش و باش میکنن. هر منطقه هر زبانی رو خداوند متعال براشون پیامبرانی فرستاده بود. برای هر قومی خداوند متعال پیامبرانی از خود این قوم با زبان اینها فرستاد. اونجا دیگه کیف میکنی وقتی که اونها رو میبینی و باشون میشینی و از تاریخ جهاد و تلاش و زحمتاشون میشنوی. اون پیامبری رو میبینی که تنهایی اومده، به هیچ کسی همراه نیست، بابا چه سختی ها رو کشیده، قربونت برم، این همه سال چند سال زحمت کشیده. حضرت نوح رو میبینی که با چند نفر اومده. حضرت نوح توی که 950 سال جهاد و تلاش دادی، فقط همین چند نفر بود اومدن. یکی رو میبینی که هیچ کسی باش نیست، یکی هست که باش 2 نفر باش همراهن، یکی 1 نفر، یکی مثل حضرت موسی که دیگه یک ملت بسیار بزرگی باش همراه هستند، یا مثل حضرت عیسی علیه السلام. اما دیگه بزرگترین گروه و بزرگترین به اصطلاح مؤمنان، بیشترین عدد مؤمنان هم با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه هستند. همین برای بچهای خودمون، مسلمان بچهای خودمون که اونجا دیگه سرمون رو بالا میزنیم و با افتخار، و به خصوص اونهایی که در این ساختن این به اصطلاح جمهور بزرگ نقش داشتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این رو به ما تاکید کردند. خانواده‌های عزیز، پدر و مادرای عزیز، این رو گوشواره گوشتون کنید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از جمله خواهشاتی که از ما داشتند این بود که به اصطلاح تزوج الودود الولود، بچه زیاد بیارید، خانم‌هایی با همسرانی ازدواج کنید که به اصطلاح براتون بچه‌های زیادی بیارن. فإنی مکثر بکم الامم یوم القیامه، من میخوام که روز قیامت به اصطلاح در بین همه ملت‌ها به شما افتخار کنم، سرم رو بالا بگیرم که امت من از همه امت‌ها بیشتره. در این افتخار برای این پیامبری که برای ما این همه زحمت و جانفشانی کشید و این همه ما دوستش داریم، بیایید ثابت کنیم که ما هم میخوایم که یا رسول الله در ساختن این افتخار برای شما سهیم باشیم. اگه واقعا دوستش داریم، این یکی از این میدانهای ابراز محبت صادقانه نه چاپلوسانه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید، حالا تو همین محفلی که شما فرمودید، محفل خوشو بشید که با انبیا و اولیاء الهی هست و انشالله که اونجا به هر حال نشستیم و خوش میگذره، از همین محفل بگیم. تو فاصله صحبت شما رفیع جانم ظاهرا این صحبت من کمی برخورد بهش، برای من چای آورد گذاشت اینجا، من یاد این محفل گذاشت بیشتر این محفل رو گرم کرد. این چای رو الان اینجا زحمت کشیدن تازه آوردن جلوی دوربین دیگه. میگه بازم بگیم ببینید ذکر بهشت چه فایده‌ای تو دنیا برای انسان داره، قیامت کنوز به جای خودش داغ هم هست، نمیشه گرفتش اینو. حالا تو همین محفلایی که با انبیای الهی هست و یک کمی از این محفلا بگید، از این شکل این محفلا، از صحبتایی که میشه، از نعمتایی که ما داده میشه، از حال و هواش، از خوراکیاش، از نوشیدنیاش، از به هر حال دیگه اینها مهمه دیگه. اینجا محفلی که انسان میشینه چگونه میشینن، کجا میشینن، چطور میشینن، وضعیت چگونه است؟ نعمت‌های بهشتی که خب حد و حساب نداره. تصویری که قرآن کریم برای ما میده در واقع یک تصویری هست که ما رو با یک چیزایی که به اصطلاح به هر حال خواهش‌های انسانی هست به اصطلاح آشنا کنه. در زندگی مثلا ما وقتی که محفلی میذاریم، مثلا شما یه ساعته که داد میزنید و هی طعنه میزنید بچهای پشت صحنه که براتون چای بیارن، توی مقداری مثلا سردتون شده، یک مقدار خسته هستید، میخواهید که به اصطلاح با یه چای خستگیتون رو در بیارید یا سردیتون رو برطرف کنید، یکم گرم بشید. در بهشت این حرفا یک بخشش هم جناب دکتر حالا دوست دارم بچه‌ها، حقیقتا حالا بعضی شوخیایی که من میکنم میگن که با حبیبان جمله گستاخی رود، همدلی آید ادب ساقط شود. این بچه پشت صحنه از بس من دوست دارم هر چی مثال میزنم برای این عزیزان و الله تعالی شاهده که رفیع جان و فرید جان و عزیزانی که هستن پشت صحنه، احمد و محمد رو، چون یک کمی شوخی و محبت هم هست دیگه، همش بحث تنه زدن نیست. جناب دکتر ما رابطمون رو خراب نکنید، بعد از دوبین من بعد از برنامه باز باشون میشینم اینجا چای میخوریم با این همه اینا به اصطلاح
اینجا یه لطافت خاصی هست. در بهشت هم همین حرفه. حرف لذت بردن هست، نه ادای به اصطلاح رفع یک نوع نیازی، یک گرسنگی یا تشنگی. اینا که اصلا اونجا معنا نداره. گرسنگی، تشنگی، سردی، گرمی، به اصطلاح اینا اصلا اونجا معنا نداره. همش معنای لذت بردن و شاد بودن هست. در این محافل خداوند متعال دیگه به اصطلاح اختیار کامل به شما داده. کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. به شما میگن اهلا و سهلا، خیلی خیلی خوش اومدید، بفرمایید، بخورید، بنوشید، به خاطر اون زحمت ها و اون کارهایی که در گذشته انجام دادید. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. خوش باشید، بخورید، بیاشامید که شما خیلی زحمت کشیدید، کار کردید. این کذالک نجزی المحسنین. این چنین ما به انسانهای نیکو و انسانهای فریخته به اصطلاح روزی ارزانی میکنیم. حالا روزیاش دیگه از هر چه که در تصور شما باشه. لکم فیها فاکهة کثیرة منها تأکلون. میوه های بسیار و گوناگون، لا مقطوع ولا ممنوع و فاکهه مما یتخیرون. میوه هایی که دیگه اصلا شما فقط تصور کنید، فقط خواهش کنید، فقط طلب کنید، این فوراً به اصطلاح برای شما میاد. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و الاخره. همین کافی است که خداوند متعال میفرماید که ما دوستان شما هستیم در زندگی و در آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. و در اونجا هر چه دلتون میخواد، ولکم ما تدعون، هر چه خواهش و هر چه تمنایی داشته باشید براتون به اصطلاح برآورده میشه. خب میوه هایی از بهشت رو قرآن کریم ذکر کرده که بهتون انار، اونجا انار هست و نمیدونم نخل خرماست و سدر هست و طلح هست و حدائق و اعناب و همه اینایی که به اصطلاح قرآن به اصطلاح ذکر کرده، همه اینا در جای خودش برای خوشگذرانی و خوبی است. ولهم فیها من کل الثمرات. و در بهشت از همه به اصطلاح میوه ها هست. الان که ما در زندگی جناب دکتر، حالا تو همین بازار میوه بهشت فعلا خارج نشیم، کمی فرمودید همه میوه ها در بهشت هست. حالا در دنیا شاید یک کسی از یک میوه خاصی خوشش نیاد و مثلا زیاد، حالا به تعبیر خودمونی تر، زیاد حال نمیکنه با یک میوه از یک صنفی از هر میوه، به هر حال هر کی باشه طبیعتا با هم متفاوت خواهد بود. در اون دنیا آیا اون میوه های اون دنیا، شما از انار صحبت کردید، از انگور و از خرما و امثال این میوه های دیگری که در بهشت هستن، آیا اون میوه ها مثل این میوه های ما اینجوری یخچالی و اینطور بعضیاشون کال و بعضیا ترش و بعضیا رسیده است یا نه این فقط تشابه اسمی داره بین این میوه و اون میوه؟ در آنچه که در بهشت هست با آنچه که در دنیا هست هیچ گونه به اصطلاح ربطی با هم ندارند. تنها خداوند متعال تشابه اسمی رو قرار داده تا ما حداقل بدونیم چه بخوایم. اونجا حداقل طلبمون به اصطلاح چیزی و یه چیزی جالبی هم هست که در بعضی از احادیث هست که خداوند متعال به بندهش میگه که تمنا کن، بخواب. بنده زور میزنه که چی بخواد آخه به عقلش نمیرسه. اونجاست که خداوند بهش میگه بنده من فلان چیزو نمیخوای؟ اون دیگه باز زشتهاش باز میگه بله 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 میخوام. بعد بهش میگن که فلان چیز چی؟ میخوام. اونجا اینطوریه که مثلا هر چی که مثلا در تصور ما هست بهشت، خب اگر در تصور ما اومد یعنی اینی که بهشت به مراتب از اون بالاتر هست، چون که اون چی که در تصور ما هست اون چیزی هست که ما میتونیم اینجا بهش برسیم، حداقل بتونیم تصورش کنیم. اون بهشت خیلی بالاتر از این حرف هست. و تشابه اسمی هم که هست فقط به خاطر اینه که مثلا ما حداقل بدونیم که اونجا میوه هست. حالا اگر قرآن کریم میفرمودن میوه تنها، خب این حرف مطرح میشد که خب میوه یعنی چی؟ میوه قرآنی یعنی چی؟ میوه بهشتی یعنی چی؟ آقا همون میوه‌ای که شما به اصطلاح میدونید اسمن اون، و اون هم میوه‌ای که هم می‌خواید به اصطلاح تمناش کنید تازه به اصطلاح خودش میاد که جلوی روی شما و شما میل میفرمایید. همینطور هم
به اصطلاح نوشیدنی های بهشتی، نوشیدنی هایی است که جالب اینجاست که استاد سلیمانی اگر در آیات قرآن کریم ما نگاه کنیم، برای مفسرین و کسایی که قرآن کریم رو ترجمه میکنند، سخت‌ترین آیات برای ترجمه آیات وصف بهشت هست. نعمت‌های بهشتی رو، نعمت‌های بهشتی. حالا میخوای چطور ترجمهش کنی؟ یک که به اصطلاح الفاظ قرآن کریم که به اصطلاح استفاده کرده الفاظی هست که دیگه انسان وجودش در قاموس لغت زبانها وجود داره، اما شیوه استفاده، شیوه به اصطلاح این انسان میمونه، چون که یک به اصطلاح تصویری از جایی هست که حتی تصور انسانی نمیتونه اون رو داشته باشه. اینه که به اصطلاح مترجمین میمونن. وقتی قرآن کریم میفرماید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، این مترجم میمونه که به اصطلاح در روز قیامت این بندگان فریخته خداوند متعال این شراب بهشتی رو می نوشند در یک ظرفی که کان مزاجها کافورا. حالا چه بگن به اصطلاح که این ظرف به اصطلاح طعمش کافور بود، پس الان چی هست؟ کان مزاجها کافورا، الان چیه مزاجش دیگه؟ الان خدا خودش رحم کنه به مترجمی که بخواد این رو به اذهان برسونه. چیزی به اصطلاح خارج از تصور هست. در بهشت فیها انهار من ماء غیر آسن، به اصطلاح رودخونه های آب زلال و شیرین، رودخونه های شیر لم یتغیر طعمه. الان مثلا وصف شیر رو قرآن کریم به چه وصفی بیاره که ما بتونیم به اصطلاح اون رو درک کنیم؟ همین که آقا شما شیرتون یک مقدار احیانا طعم میگیره، میمونه، ترش میشه، آقا تو بهش این حرفا نیست. و انهار من عسل مصفا، ما بخوایم عسل رو چطور تصویرش کنیم در قرآن که مثلا قرآن بیاد تصویرش کنیم ما بفهمیم آقا فقط همین که عسل به اصطلاح صاف هست، عسل به اصطلاح مخلوطی چیزی نداره. و انهار من خمر لذت للشاربین، همشون لذت هست و خوشی هست برای به اصطلاح انسان ها، و این خوشی ها و این نعمت ها هم همینطور جلو انسان ریخته نمیشه، همش با یک احترام، با یک اتیکت بسیار زیبا، با یک قدردانی بسیار زیبا. یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و اباریق و کأس من معین. خادم هایی هستند که این خادم ها اصلا جالب اینجاست که همین خادم ها خودشون موندیم که اینا رو چطور وصفشون کنیم. قرآن کریم میاد میگه که یطاف علیهم بصحائف من ذهب، اینها در همین میوه ها و همین غذا و همین نوشیدنی ها و همین به اصطلاح اکرامی که برای مؤمنان میشه در یک ظرفه های علا. و یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب کانت قواریر، در ظرف هایی که این ظرفه های طلایی و نقره‌ای، الان طلا و نقره دیگه در بهشت یه حرف دیگه است، اما خب ما میگیم که مثلا چیز طلا برای ما خیلی ارزش داره. قرآن کریم به این تعبیر میاره که این چیا ظرفه ها طلایی و نمیدونم نقره‌ای کانت قواری را، اینا از به اصطلاح شیشه بود. قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اینا یک ظرفه های نقره‌ای هست، شیشه نقره‌ای که اینها برای این کار ساخته شده، اصلا برای این مراسم و این قدردانی ها ساخته شده. خود مفسرین میمونند که آقا این شیشه است یا به اصطلاح نقره است. یکی جالب بود که از مفسرین میگه که آقا نقره مگه از کجا میاد؟ نقره از خاک زمین میاد. خب خاک زمین خب مثل خاک بهشت که مثل خاک زمین نیست، اونجا نقره اونجا از خاک بهشت به صورت استخراج شده. گویا که اونجا هم مثلا کارخانه استخراج هست و فلان. میخوام که به اصطلاح این معنی رو یک مقداری نزدیک کنه به فهم و درک ما، بفهمونه به اصطلاح. به هر حال حکایت اینطوری هست. اونجا باز لباس هایی که به اصطلاح انسان ها میپوشند، اصلا مثلا در وصف لباس ها انسان میمونه و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، لباس هایی میپوشند به اصطلاح سبز رنگ. آیا اینا سبزه یا اینها تازه و شاداب
مثل درختان و اینا از چی هست؟ از سندس و استبرق. حالا بیا سندس استبرقش رو به اصطلاح تصویر بکن. همش لباس هم برای زینت هست، نه برای گرمی و سردی. چرا در بهشت لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه اونجا گرمی خورشیدی هست و نه سردی که انسان رو اذیت کنه. در بهشت البته بازار جمعه هم هست ها. زیباست که در روایتی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که در بهشت بازاری هست که بهشتیان روز جمعه میرند اونجا که میرند یک بادی به اصطلاح میوزه که این باد باعث میشه که این بازاریان هم پوشش و لباسهاشون خیلی خیلی زیباتر بشه، هم حسن و جمالشون زیباتر بشه. و این جناب دکتر خوشگل بازاریه برای خودش دیگه. دقیقاً. و این البته در کل بهشت زیبایی در زیبایی هست، طوری که شما هر وقتی که میرید خونتون به اصطلاح تو قصراتون، اون افرادی که استقبالشون میکنید یا شما رو استقبال میکنن و به مراتب اونها زیباتر شدن از وقتی که با هم جدا شدید و همچنین شما بر زیباییتون به اصطلاح افزوده شده. بهشت همش حکایت زینت هست. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ. در بهشت زینت داده میشن از طلا و از لؤلؤ. علا این لؤلؤش لؤلؤ باشه، نمیدونم طلاش چه طلایی باشه. به اصطلاح در اونجا هم که به اصطلاح میشینیم، چطور میشینیم؟ هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئین. همشون به اصطلاح هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. اونها با همسراشون، با خانواده ها بر مبلمان ها دور بر هم نشستند. علی سرر متقابلین، روبروی هم نشستند. به اصطلاح متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین. اونها رو با ازدواج حور عین در آوردیم. حور عین اصلا خودش یک حکایت دیگه ای هست که به اصطلاح اصلا در تصور انسانی نمیاد. یعنی حتی نه الان در تصور ما نمیاد. حتی در همون بهشت وقتی که انسان رفته این همه زیبایی ها رو دیده، اولین باری که بهش میگن که آقا بفرما این قصر شماست، وقتی که وارد میشه همون دربونا و خادما وقتی که اولین زیباروی اون خادما رو میبینه میخواد که سجده کنه براش. فکر میکنه که همین به اصطلاح جمال الهی است. هم میمونه. بعد میگن که نه بابا، من یک مثلا کارمند عادی هستم، اینجا دربونم، خدمتگزارم، بفرمایید تو. خب این زیبایی دیگه اونجا به اصطلاح یک چیز دیگری هست که به اصطلاح عندهم قاصرات الطرف عین کأنهن بیض مکنون. در سوره رحمان تصویر این زیباروان رو ما میبینیم در حور مقصورات فی الخیام فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس ولا جان. همه این تصاویر. و جالب این است که قرآن کریم به اصطلاح میخواد که به ما بگه که این زیبارویان چطور هستن. هر چه بگه خب در تصور ما نمیاد. اینجاست که قرآن کریم میگه که همین قدر که بهتون بگم که انهن الیاقوت و المرجان، این زیبارویان انگار که یاقوت و مرجان هستن. حالا خود یاقوت و مرجان زیبایی شما چطور بتونیم تصور کنیم؟ این در جای خودش. این از به اصطلاح حورن اینها. از همسران بهشتی هم که دیگه قبلا هم بهش اشاره کردیم که ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون. بهشتیان دیگه در حال و هوای دیگه و در لذت بردن هستند و بخور و بنوش و لذت بردن از همه این نعمتهای بیکران الهی. هم و ازواجهم، اونها و همسرانشون در سایه های رحمت الهی بر مبلبانها به اصطلاح لمیدند و در اونجا به اصطلاح لهم فیها ازواج مطهرة و ندخلهم ظلا ظلیلا. همش به اصطلاح زیبایی است. در زیبایی همسران بهشتی اونقدر به اصطلاح آخرش قرآن میاد بگه، آخر خط میگه که آقا دیگه تصورش حالا چی بشد عقل شما نخواهد اومد، تصورش برای شما غیر قابل تصور است. همین قد بگیم که ان انشأناهن انشاء.
فجعلناهن ابکارا عربا اتراب، اینها رو ما خصیص بر شما درست کردیم از نو. این انشأناهن انشاء، این همسرای شما از نو با ویژگی های جدید، با به اصطلاح آپدیت جدید اینها اومدن و همیشه هم بکرن و به اصطلاح حالت عرب اتراب دارن، همیشه به اصطلاح جوون و سرشاد و سرکیف و به اصطلاح این وصفشون هست. حالا تصور کنید که اینا مثلا ما موندیم در وصف خادمهای بهشتی، حالا چه برسه به حورالعین و همسرها که این خادمها رو در وصف قرآنی داریم که و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. این به اصطلاح خدمتگزارا رو وقتی اینا رو میبینی دهنت وا میمونه، فکر میکنی که اینا آدم نیستن، اینا لؤلؤهایی هستن، به اصطلاح مرواریدهایی هستن که اینور اونور پراکنده شدن و دارن حرکت میکنند. انسان وا میمونه در این به اصطلاح نعمت‌های بهشتی. یعنی خلاصه‌اش حضرت موسی خیلی به اصطلاح زیرک و به اصطلاح زرنگ بود. حضرت موسی در حدیثی اومده که از پیامبر از خداوند متعال پرسیدند که بار الها کمترین اجر و یا کمترین ملک و پادشاهی که آخرین بیچاره ترین فقیرترین درمانده ترین فرد به اصطلاح بهشتی داره این چیه؟ حالا حضرت موسی رو ببینید از چی میپرسه، میدونه که به اصطلاح حکایت بهشتیان درجه بالا یه حکایت دیگه است، اما بیا آخرین صفرشو ببینیم که چه خبره. یعنی کمترین حد ممکن، کمترین حد، اونی که به اصطلاح حالا تو بهشت باید بگیم که به اصطلاح زیر خط فقر زندگی میکنه، حالا این وضعش چطوره؟ خب این آخرین فردی که به اصطلاح این پایین شهریای بهشتن اینا تازه پایین شهری بهشت خب از خداوند متعال اجازه میگیره که بره بهشت، بهش میگن که بفرمایید بهشت. این وقتی میاد در بهشت میبینه که بابا سر و صدا و همه خوشحال و شدن، روش نمیشه، آقا بهشت پر شده، برای من جایی که نیست. میگه که حالا خدایا بعد از این که همه به اصطلاح اجر و پاداشون رو گرفتن، ملک و هدایاشون رو گرفتن، حالا برای من دیگه چیزی نمونده. خب بهش میگن که آقا آیا میخوایی که به اندازه پادشاهی یکی از پادشاهان دنیا به شما داده بشه؟ این تا این حرف رو میشنوه یهو وا میمونه. پادشاه دنیا مثلا حضرت سلیمان علیه السلام یه پادشاهی بود، یعنی میخوان منو به اندازه اون چه به حضرت سلیمان مثلا داده شده بود به اندازه اون بدن، به اندازه ذوالقرنین بدن، به اندازه فلان شاه بدن. الان میمونه میگه رضیت یا رب، همچین میخواد که به اصطلاح از خوشحالی بترکه، میگه خدایا قبول و رضایت دادم، من خوشحالم، همین بهش من داده بشه کافی، اصلا کلم هم میشکنم براش. بعد میگن که آقا برو وارد بهشت شو، به اندازه اینی که به شما گفتیم، به اندازه ملک یکی از پادشاهان دنیا و مثل اون و مثل اون و مثل اون تا 5 برابر که گفته میشه، این دیگه اصلا خودشو دست و پا منتظر نمیشه که باز بهش بگن که باز بیشتر از این رو 10 برابر بشه اون، این دیگه میخواد بپره، همینطور ناخودآگاه داد میزنه رضیت یا رب، خدایا خوشنودم، قبوله. بعد میگن که آقا برو این و 10 برابرش، یعنی 5 برابر یک پادشاه، حالا 10 برابر هم یعنی 50 برابر یک پادشاه، با همون پادشاهی که در تصورت هست تو دنیا به شما داده شد. ولک مشتهت نفسک، نه این تنها، و هر چه دلت بخواد برای توست، ولذت عینک، و هر چه هم چشمت ببینه و خوشش بیاد از تو، دیگه اونجاست که میگه به اصطلاح رضیت یا رب، خوشحال شدم، خدا قبول. حضرت موسی وقتی که جواب رو میشنوه میگه خب این که دیگه همون پایین شهری بهشت بود، اون بالا شهری ها چه خبر؟ کسی که به اصطلاح جایگاهش بیشتر هست. الان تصور این
پایین شهریش برای ما مشکلی و سخت واقعا. تصور بود. این حالا تازه بالا شهری در چی پایین میشه؟ ترین درجه ممکن اینه. این پایین ترین درجه ممکن. حالا بالاتریش چیه؟ اینجاست که دیگه خداوند متعال حتی به موسی یک جواب دیپلماسی میده که دیگه موسی جان این قابل تصور دیگه نیست. حالا من چه بگم؟ اینه که بهش میفرماید اولئک الذین اردت، اونایی هستن که من اونا رو خواستم، غرست و کرامتهم بیدی، من کرامت و عزت اونها رو با دست خودم کاشتم و ختمت علیها، و این کرامت و عزت رو من به اصطلاح مهر زدم. فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. اون چی که هست موسی جان دیگه نپرس، اونو نه چشمی دیده است، نه گوشی میتونه بشنوه و نه تصور بشری میتونه اون رو به اصطلاح تحمل کنه. دیگه حالا موسی جان این به اصطلاح کسی هست که به اصطلاح بالاترین مقام بهشت رو میتونه به دست بیاره. اینا جزئی از نعمت‌های مادی بهشت هست که به اصطلاح گذرا بهش اشاره شد. جناب دکتر اجازه بدید ما فعلا تا همینجا وایستیم، میام برنامه ببینیم، برگردیم ان شاءالله باز همچنان به همراه شما بینندگان عزیز به گشت و گذارمون در دریای بیکران نعمت‌های الهی در بهشت ادامه خواهیم داد بعد از میان برنامه. با باشید. و عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان بهشت دوستان مهربان. همچنان با شما هستیم با روزهای بهشت. بیننده عزیز دیگری درباره احساسش در اولین لحظات ورود به بهشت فرمودن که با پیش شماره 901-6008 فرمودن که سراغ پیامبر مهر و رحمت رو میگیرم، بعدش ازش میخوام منو ببره پیش خدا، اگه بشه چی میشه؟ و عزیز دل برادر ایشون حالا منو ببره پیش خدا دیگه، حالا جناب دکتر درباره‌اش صحبت خواهد فرمودن. و در دنیا حالا خونه خدا هست که انسان بره پیش خونه خدا، حالا در بهشت دیگه این تعبیر رو جناب دکتر بیشتر توضیح خواهند داد درباره‌اش. بیننده دیگر فرمودن با گذاشتن اولین قدم در بهشت من سکته میکنم. به همین سادگی، چرا که باورم نمیشه که من وارد بهشت شوم، ولی اگر این گونه نشود خیلی بد خواهد شد. انشاءالله که این گونه میشود که انشاءالله من و شما همه به بهشت وارد بشیم. بیننده عزیز دیگری با پیش شماره 930 و 4 شماره 8473 فرمودن جواب سوال اولتون میگم خدا رو شکر آنکه ما را تا اینجا رسانید و نبودیم ما راهیاب اگر خدا ما را هدایت نمی‌کرد. بیشک رسولان پروردگار سخن حق و حقیقت برای ما آوردن و ندا میرسد که این جنت است و به ارث برده اید آن را در عوض کردار خیش. ترجمه آیه 43 سوره مبارکه اعراف رو نوشتن. و در جواب سوال دومتون که چگونه خواهم گذران، هر خواسته‌ای که داشته باشین برآورده می شود به استناد آیات 31 و 32 سوره مبارکه فصلت. دیگه اصلا هیچ جایی برای صحبت ایشون نگذاشتن، مستقیم از آیات کلام الله مجید دلیل آوردن برای حرفاشون. بیننده عزیز دیگری فرمودن با پیش شماره 901-73-15 سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. جواب سوالتون کسی که وارد بهشت میشه و قدم میذاره داخل بهشت از خدای خودش شکر میکنه و حسی بهش دست میده که نمیتونه به زبان بیاره. فکرش برای ما خیلی قشنگه چه برسه که به واقعیت به پیونده داخل بهشت بشیم. وای این کش دادن همینجوری پشت سر هم این کلمه رو. خدا کنه همه امت محمد صلی الله علیه و سلم وارد بهشت بشن ان شاء الله که این گونه خواهد شد. بیننده دیگری با پیش شماره 2093 از افغانستان ظاهرا پیام فرستادن
با 4 شماره 28 21 فرمودن که اولین قدمی رو که میگذارم در بهشت بسم الله میگویم. نه تعبیر قشنگ و جالبی است. در بهشت بسم الله میگم و روز اول رو برای دوستان و برادران و همسایه ها دعا میکنم که الله جل شأنه آنها را از عذاب آتش نجات دهد. بنیامین جان این پیام رو فرستاده بودن، بنیامین حلیمی نامشون رو ذکر کردن و این گونه انشاءالله که بنیامین جان اصلا به اینجا نرسه که من و شما و جمع ما امت اسلامی وقتی وارد بهشت میشیم از عزیزان ما، از بستگان و دوستان ما کسی باشه که در خدای نکرده در پشت در بهشت هنوز مانده باشه، در هر مرحله که باشه. همین که وارد بهشت نشه بالاخره خودش یک به هر حال عذاب هست برای اون شخص. ان شاء الله که این گونه نخواهد شد و ان شاء الله که الله تعالی ما و شما رو مشمول رحمت خود قرار خواهد داد و همه با هم وارد بهشت بشیم. من مختصری از آنچه که از نعمت‌های مادی رو جناب دکتر در بخش اول قبل از میان برنامه ذکر فرمودن از آیات سوره مبارکه واقعه دوست دارم که فقط ترجمه آیاتی رو از سوره مبارکه واقعه به همراه شما داشته باشیم. الله متعال در آیات 11 به بعد از سوره مبارکه واقعه وقتی که وصف حال اون مقربین دونه درشته و بالاهای طبقه بالاهای بهشت رو صحبت میفرمایند که در باغ‌های پر از ناز و نعمت خواهند بود، گروهی از پیشینیان و گروه اندکی از پسینیان هستند. این مقربینان بر تخت‌های گوهر نشان خواهند نشست، روبروی هم بر این تخت‌ها تکیه میزنند. این که ترجمه به هر حال معنی و مفهوم آیات کلام الله مجید هست. نوجوانانی که همیشه نوجوان باقی میمانند بر گرد آنان میگردند، بر جام‌های شراب گوارا که هیچ بیماری و آفتی ندارد بر آنان میگردانند. نه از آن شراب سردرد میگیرند و نه عقل و شعور خود را از دست میدهند و به گرد آنان میگردند با میوه هایی که بر میگزینند و گوشت پرنده‌ای که بخواهند و آرزو کنند و حوران چشم درشتی دارند همچون مروارید نهفته. نعمت‌هایی که به ایشان داده می‌شود به پاداش کارهایی است که می‌کردند و در آنجا نه سخن بیهوده می‌شنوند و نه سخن گناه آلود، مگر این سخنی را که همگی سلامت باشید و درود بر شما باد. و سمت راستی ها چه حالی دارند؟ این اصحاب یمین رو الله متعال در این آیات توصیف می‌فرماید. در میان درختان سدر بیخار و درختان موز، حالا تعبیر مترجم موز است به تعبیر جناب دکتر، مترجمین در تعبیر این آیات سوره مبارکه واقعه و آیاتی که مرتبط به بهشت است واقعا کارشون سخته، تعابیری آوردن که فقط مفهوم رو برسونن. و درختان موز که میوه‌هایش روی هم چیده شده است و سایه‌ای گسترده و آبی ریزان، آبشارهایی، و در میان میوه‌های فراوان هستند که نه تمام می‌شود و نه من می‌گردد و بسترهای بلند، بیگمان ما آنان را چنان که سزد آفریده ایم و آنان را دوشیزه گردانیده ایم. همسرانی از جنس خودشون هستند، شوی دوست، همسر دوست و همسن و سال. همه اینها متعلق به سمت راستی هاست، گروهی بسیاری از پیشینیان و گروه بسیاری از پسینیان. الله تعالی من شما را از این گروه بگردن. ترجمه آیات 11 تا 40 سوره مبارکه واقعه. جناب دکتر، ما در حدوداً 15 دقیقه‌ای که تا پایان برنامه فرصت داریم، دیگه از این بعد قصد داریم که سفره دل رو 1.5 ساعته بریم. به همراه شما بینندگان عزیز حدود 15 دقیقه فرصت داریم. من دوست دارم که درباره بعد دیگری از نعمت‌های بهشتی هم سخنی داشته باشیم که یقینا اون بعدش خیلی پررنگ‌تر و زیباتره از بعد اولی که ما ذکر کردیم که اون بعد مادی این نعمت‌ها بود. در بعد معنوی و روحی چه نعمت‌هایی رو یک انسان خوش سعادت و خوشبخت در بهشت تجربه خواهد کرد؟ قبل از اشاره به بعد روحیش اگر اجازه بدید من به این بیننده عزیزی که خواستن وقتی وارد بهشت میشن سکته کنم بهشون بگم که نخیر، اونجا دیگه وقت سکته‌ای نیست، چون که قبل از این مرگ
سر بریده میشه، دیگه اونجا زندگی جاویدان هست و خطر سکته شما برطرفه. دوست عزیزی که فرموده بودن که تمنا کرده بودن که همه امت اسلام وارد بهشت بشن، بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مژده رو به ما دادن که کل امتی یدخلون الجنه، همه امتیان من وارد بهشت میشن الا من ابا، مگر اون کسی که خودش نخواد. پس کسی که خودش سرکشی میکنه و بسیار کل شقی میکنه اونه که وارد بهشت نمیشه. و فرمودند که من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، کسی که پیروی من کرد وارد بهشت شد و کسی که سرکشی کرد و سرپیچی کرد اون کسیه که کل شقی کرده وارد بهشت نمیشه. اما از نعمتهای به اصطلاح همونطور که نعمتهای مادی بهشت و محسوس بهشت لامتناهی هست، بهشت همش لامتناهی در لامتناهی هست. نعمتهای به اصطلاح معنوی بهشت هم لامتناهی هست. از بزرگترین این نعمتها که همون بزرگترین نعمت بهشتی باشه اینه که بعد از اینکه همه نعمتها به اصطلاح انسانها در ناز و نعمت زندگی میکنند و مدهوشند و فکر میکنند دیگه همه چی به اونها داده شده، اونجاست که خداوند متعال اونها رو صدا میزنه یا اهل الجنه، ای بهشتیان. همشون دیگه با شنیدن این صدا لبیک ربنا و سعدیک، یک هو همه با هم ندا میزنن که خدایا لبیک، امر شما بفرمایید، ما خوش و سعادتمندیم. خداوند ازشون میپرسه خب مهمونای عزیز هل رضیتم، آیا خوشید، راضی هستید؟ از این سوال اصلا تعجب میکنند، حیرتشون برمیداره. یعنی دیگه بعد از اینها اصلا با این همه نعمت ها باز هم از ما پرسیده بشه که راضی هستید؟ جایی مجالی برای عدم رضایت هم وجود داره؟ میگن که و ما لنا لا نرضا، چی شده که امکان داره که راضی نشیم؟ از هر آنچه که به هیچ کسی از خلقت ندادی به ما دادی. این همه نعمت ها خداوند متعال بهشون میگه که انا اعطیکم افضل من ذلک، از اینم بهتر به شما میدم. دیگه میگن که میمونن که خدایا چی میخواد خداوند به ما بده، از اینو بهترش هم وجود داره. میگن که یا رب و ای شیء افضل من ذلک، چیزی بهتر از این هم وجود داره؟ خداوند متعال میگه که بله، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا. من رضایت و خوشنودیم رو بر شما ارزانی میکنم که بعد از این هیچ خشم و عصبانیت و ناراضی وجود نداشته باشه، هرگز از شما دلخور و ناراض نمیشم. اینجاست که دیگه این چه نعمتی هست که اونجا دیگه چیزی به نام حرام و چیزی به نام ممنوع بودن و چیزی به نام اینو نکنیم بهتره و اینا اصلا وجود نخواهد داشت. دیگه هر چه دلت میخواد همون کار بکن، دیگه اونجا هیچ ممنوعیتی وجود نداره، هیچ خط سرخی نیست، هیچ چراغ سرخی وجود نداره، هیچ محدودیتی وجود نداره در بهشت. دقیقاً یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است که حتی این رو خداوند متعال رضی الله عنهم و رضوا عنه این رو به صحابه در دنیا ارزانی کرد، به بعضی از صحابه و خاصه اونایی که مثلا در بدر بودن یا اونایی که در بیعت الرضوان بودن، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم که به اهل بدریان گفته بود. المهم از اینو هم بزرگتر که یک روزی خداوند متعال به بهشتیان عرض میکنه که تریدون شیئا ازیدکم، آیا میخواهید که یه چیزی بیشتر از این به شما بدم؟ باز میمونن که خداوند خوشنودی دائم و ابدی خودش رو به ما ارزانی کرد، این همه نعمت ها موندن. میگن که خدایا چی دیگه مونده؟ الم تبیض وجوهنا، خدایا مگه ما رو روسفید نکردی؟ از جهنم نجاتمون ندادی؟ به بهشتمون نیاموردی؟ دیگه از اینو بالاتر چی هست؟ این دیگه اینجاست که بزرگترین نعمت الهی بر بندگانش
در بهشت تجلی میکنه. فیکشف الحجاب، حجاب برداشته میشه. اونجاست که دیگه همه خدای متعال رو نظاره‌گر میشند. همون چیزی که دوست عزیزمون تمنا داشته بود که با پیامبر برند خدا رو نظاره کنند، این برای همه بهشتیان اونجا مهیا میشه. همون آیه قرآن کریم تجلی میکنه که وجوه یومئذ ناظره. این صورت ها و این انسان های شاد نگاه میکنند الی ربهم ناظره، تماشای وجه ذوالجلال میکنند. این دیگه بزرگترین نعمتی هست که بهشتیان دریافت میکنند، که در مقابل این نعمت اون همه نعمت هایی که ما بهش اشاره کردیم، قرآن کریم اشاره کرد، اون همه نعمت ها هیچ و هیچ هست. نعمت به اصطلاح تماشای نظاره کردن وجه ذوالجلال اونجاست که دیگه انسان ها یک فضای دیگه رو طی خواهند کرد. یک به اصطلاح آرزویی که خیلی از پیامبران داشتن، یعنی حضرت موسی علیه السلام که به اصطلاح خیلی عزیز بود نزد خداوند متعال و هر چیزی رو طلب میکرد، وقتی که این آرزو رو کرد بهش جواب دادن که لن ترانی، این امکان نداره که تو نظارگر من باشی. اما در بهشت اونجاست که این فرصت و این نعمت و به همه بهشتیان ارزانی میشه. این به اصطلاح بزرگترین نعمتی هست که بهشتیان دریافت میکنند. در کنار این نعمت بزرگی همه نعمت ها به اصطلاح کم میاره، اما از نعمت های دیگه‌ای که به اصطلاح معنوی که به بهشتیان ارزانی داده میشه اینه که به اصطلاح خود بهشتیان هم اونجا در آرامش، در سعادت ابدی هستند. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. اونها در امن و امان، در سلامت هستند. اینهایی بودند، همون مؤمنانی بودند اینا که وقتی کتاب اعمالشون، صحیفه اعمالشون رو به دست راست گرفتند، از خوشحالی داد میکشیدن ها امقرؤ کتابی، بیاید ببینید صحیفه اعمال منو، انی ظننت انی ملاق حسابی، من ایمان داشتم که همچین روزی رو من دریافت خواهم کرد. فهو فی عیشة راضیه. خداوند میفرمایند که این گونه افراد در زندگی و در به اصطلاح فی جنت عالیه، در بهشت‌های گران قدر و گران مکانت، اینها بلند مکانت، اینها در سعادت ابدی و در رضایت و خوشنودی ابدی اینها زندگی میکنند. هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. این روزی است که صادقین اجر و پاداش اون صدق و اون استقامتی که داشتن رو دریافت میکنند. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. این برای اینها بهشت هایی هست که در زیر اونها رودخانه ها جاری است و اونها ابدالآباد در اونجا به اصطلاح جاویدان زندگی خواهند کرد. رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. بزرگترین فوز و رستگاری این هست که اونها از خداشون راضی و خوشنودند و خداوند هم از اونها راضی و خوشنود هست. در این فضای معنوی همه مؤمنان در کنار هم و در کنار انبیا و در کنار خیشاشون، فرزنداشون، نیاکان صالح و نیکوشون، همه با هم در یک فضای از نعمت هستند. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین. در اونجا هر چه که دلها بخواد، هر زیبایی و که چشمه ها تصور کنه. شما اشاره کردید که مثلا افرادی به اصطلاح از مقربون هستند، از افرادی باز اصحاب الیمین هستند، اینها افرادی باز ابرار هستند. این مکانت ها جالب اینجاست که در بهشت وقتی که یک کسی از بالا مقام تر از خودش رو میبینه، نعمت ها و اون لباس و زینت اون رو که وقتی میبینه، خب به دلش میاد که ای کاش منم مثل این داشته باشم. این جلسه به هم نمیره، اینا از هم جدا نمیشن، مگر اینی که اون
زیبایی که ایشون تمنا کردن به مراتب بهتر از اون به اون ارزانی داده میشه و در اونجا همه عزیزانی که حتی در دنیا با هم یکم دلخوری داشتن، یکم با هم دعوا مرافع داشتن، احیانا خروس جنگیایی داشتن، اونا دیگه اونجا به اصطلاح بعضیا میگن که اگه بهشت فلانی باشه من نمیرم، دیگه این حرفا نیست. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. هر به اصطلاح کدورتی که در قلب ها و در دل ها باشه خداوند اون رو پاک میکنه. دیگه اونجا کدورت ها وجود نداره، اونجا زشتی وجود نداره، اونجا غم و اندوه وجود نداره. همه بر سرور متقابلین هستند، در کنار هم در سعادت و خوبی جاویدان به اصطلاح زندگی پرسعادتی رو خواهند داشت. انشالله که الله تعالی نصیب همه ما و شما بینندگان امت اسلامی بگرداند که آنچه را که داریم صحبت میکنیم در میدان عمل تجربه بکنیم و احساس بکنیم. همچنان بینندگان عزیز، ما مسیرمون رو به همراه شما ادامه خواهیم داد. در برنامه بعدی هم با روزهای بهشت و همچنان ما در این باب صحبت‌های زیادی داریم که هنوز نگفتیم. سوالهای خودتون رو درباره بهشت برای ما بفرستید در طول فرصت بین این برنامه تا برنامه پیش رو و انشاءالله درباره بهشت شاید سوالهایی در ذهنتون باشه و سعی میکنیم انشاءالله به پاسخ این سوالها بپردازیم. چه نعمتی از نعمتهای مادی بهشت، نعمتهای مادی بهشت برای شما جالبتره و جذابیتش بیشتره؟ با ما در میان بگذارید اگر دوست داشتید. و دوست داریم که اگر تصویری از اون خونه‌ای که در بهشت در ذهنتون تصور میکنید دارید رو هم برای ما بخشهایش رو به تصویر کشیدید بفرستید تا ما هم به همراه شما بینندگان عزیز بیشتر در این حال و هوا قرار بگیریم و اینکه روزانه چند بار فکر میکنید به اون خانه‌ای که یقیناً به سمت اون حرکت خواهیم کرد و فکر میکنید که چند هزار سال در اون خانه زندگی خواهید کرد. این سوالها رو جواب بدید برای ما از طریق واتساپ، تلگرام و SMS وصال حق، همون شماره‌ای که اون گوشه نوشته شده. از این شماره ها استفاده خواهید کرد. انشاءالله با ما در میان بگذارید. حال و هوای بهشتی رو همچنان با شما ادامه خواهیم داد. در برنامه بعدی هم تشکر میکنم از شما جناب دکتر. صحبت پایانی شما رو در برنامه امروز میشنویم. در پایان اولا از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید و بینندگان هم تا این لحظه ما رو همراهی کردن کمال سپاس و قدردانی رو دارم و این هفته رو بذاریم هفته به خودمون عادت بدیم، هفته دعا برای رسیدن به بهشت. و قبلا هم به شما اشاره کردم که بهشت همونطور که شما مشتاق بهشت هستید، بهشت هم مشتاق ساکنان خودش هست و هر کسی که روزی 7 بار از خداوند بهشت رو بخواد، بهشت هم میگه که خدایا بارالله این مشتاق من هست، این از ساکنان من هست، این رو از من و از رسیدن به بهشت محروم مکن. پس از خداوند متعال مسئلت میکنیم اللهم انا نسألک الجنة و ما قرب الیها من قول و عمل. خدای بارالله ما بهشت رو از شما مسئلت داریم و هر آن چی که هر آن سخن و کردار و گفتاری که ما رو به بهشت برسونه. تا دیدار دیگه هم شما رو به الله منان میسپارم و از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید باز سپاس و قدردانی دارم. متشکرم از حضور شما در این برنامه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. تشکر ویژه دارم از محمد رفیع عزیز کارگردان محترم برنامه و فرید جان و همچنین منیر احمد عزیز مهندسان والا و دیگر دوستان عزیزان پشت صحنه که این همه زحمت‌های برنامه گردن این عزیزان هست و منت میگذارن بر ما تا این فرصت بین ما و شما بینندگان عزیز ایجاد بشه و این ارتباط ایجاد بشه. و تشکر میکنم از همه شما خوبان که برنامه خودتون رو یاری کردید. از الله متعال خواهانیم که تمام پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان و تمام گذشتگان امت موحد اسلامی رو که قبل از ما رفتن
از دنیا مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و امیدواریم که با همه این عزیزان در بهشت برین کنار هم جمع بشیم و ما ذلک علی الله بعزیز و این بر الله تعالی بسیار آسان خواهد بود. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار رو نگهدارش.